بذار در مورد خدا کمی اطلاعات بهت بدم. خدا دوست داره از دور مراقب همه چیز باشه. اون همه رو به بازی گرفته، فکرشو بکن. اون به آدم غریزه میده. اون این هدیه فوق‌العاده رو به تو میده و بعد چی کار میکنه؟ قسم میخورم که این کار رو برای سرگرمی خودش میکنه و همینطور برای عالم شخصی خودش، واسه یه سور و ساعت بزمش. بعد قوانین رو برخلاف غرایز تنظیم میکنه و این تفریح همیشگیشه. نگاه کن ولی دست نزن. دست بزن ولی امتحان نکن. مزه کن ولی قورتش نده. وقتی که داری از این پا به اون پا میپاری، اون چی کار میکنه؟ میشینه اون بالا و از ته دل بریشت میخنده. اون یک موجود خشک و مقرراتیه. اون یک سادیسته، یه ارباب غایب. چنین چیزی رو باید پرستش کرد؟ هرگز.